با سلام خدمت همراهان عزیز. در این قسمت میخوایم راجع به لنف ادم‌های ثانویه ولی این بار به دنبال یک سری عوارض و بیماری‌های خاص صحبت کنیم. همونطور که میدونید لنف ادم‌های مربوط به دست در اندام فوقانی به دنبال تومورهای سینه و جراحی‌های بعد از اون اتفاق میفته. اما در این قسمت لنف ادم‌های ثانویه‌ای رو دنبال می‌کنیم و معرفی می‌کنیم که ممکنه در اثر عوامل زیادی به وجود بیاد. مثلا در خانم‌ها بعد از زایمان با فشاری که در زایمان طبیعی به لگنشون و گره‌های لنفاوی کشاله ران وارد میشه، یا افرادی هستن که آنژیوگرافی از طریق ناحیه کشاله ران براشون صورت میگیره، لنف ادم اندام تحتانی یا پای سمت چپ یا راست بسته به سمتی که درگیر هست براشون ایجاد میشه. گاهی وقتا ضربه‌ای به اندام وارد میشه که به دنبال اون میریم سونوگرافی یا سی تی اسکن و میبینیم که گره‌های لنفاوی به شکل مادرزاد کامل تشکیل نشده و اون ضربه و اون مشکل باعث شده لنف ادم ثانویه به وجود بیاد. در نتیجه باید این رو در نظر داشته باشیم که چه لنف ادم ثانویه به دنبال درمان سرطان باشه و چه به دنبال هر جراحی که ایجاد شده باشه، باید عوامل رو کنار بگذاریم و به دنبال درمان بریم. همینطور که گفتیم درمان شامل مانوال لیمف درناژ یا تخلیه دستی لنف و یه سری بانداژ مخصوصی که بهش میگن کامپرشن دکانژستیو تراپی که با روش احتقان زدایی فشاری با یک سری انواع باند مخصوص انجام میشه و به بیمار آموزش‌های لازم داده میشه، چه در منزل چه در مکانی که درمان میشه، تا بتونه مایع لنف رو از طریق در واقع سیستم گردش خون و لنف بتونه دفع بکنه. پس سعی میکنیم که بیمارا رو به درمان‌های اشتباه جا ندیم و کمک کنیم بهشون تا راه درست درمان رو پیش رو بگیرن. با تشکر.